مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که صبح یکم ینور ساعت 9:17 دقیقه به وقت تاجیکستان اولین زمین لرزه در سال 2022 این کشور را تکان داده است. بنا به گزارش‌ها شدت زمین لرزه در مرکزش 39 کیلومتری شمال و غربی مرغوب نویه در نزدیکی مرز با چین در شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان طبق جدول ریختر 4.2 بال را تشکیل داده است. گفته می شود زمین در مرغوب در عمق 108 کیلومتر لرزیده است. درباره کدام خسارات بر اثر این زمین لرزه گزارش نشده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. یادآور می شویم دوم ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن نویه تاجیک آباد به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند.